آیین بزرگداشت روز ملی محیطبان و تجلیل از محیطبانان برتر استان با حضور مقامات عالی رتبه استانی در مرکز اسناد و کتابخانه‌های ملی شیراز در حال برگزاری است. در دنیا امروز بحث محیط زیست یکی از موضوعات بسیار مهمه. اسناد الزام آور متعدد بین المللی، سازمان ملل، سازمان جهانی محیط زیست، شورای امنیت، عرض کنم توافقنامه‌های دو جانبه، توافقنامه‌های منطقه‌ای، همه تلاش برای بحث محیط زیست. حمایت‌های تجهیزاتی، عملیاتی و معیشتی الحمدلله با مدیریت ریاست محترم سازمان و زحماتی که همه معاونین سازمان در کنار یگان داشتن اقدامات بسیار خوبی شده در رابطه با بحث تجهیز لوجستیک و همچنین خودرویی. اخیراً 35 دستگاه خودروی تویوتا به استانها واگذار شده که در ماه‌های آینده هم انشالله 200 دستگاه خودرو با توجه به نوع مأموریت‌هایی که عزیزان دارن در عرصه طبیعت بهشون استانها واگذار میشه. در بحث مسائل حمایت‌های غذایی و بیمه‌ای با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی بحث قانون به کارگیری سلاح در حال تصویب است، حمایت نمایندگان محترم مجلس رو می‌خوایم که انشالله این حمایت غذایی رو از محیطبانان ما در بحث قانون به کارگیری سلاح داشته باشه. انشالله با بحث پذیرش و استخدام 480 نفر از جوانان خلاق این کشور که بحث گزینش بومی هم در دستور کارمون هست که از جوانان بومی همین استان هم استخدام بشن در بحث حفاظت از طبیعت این سرزمین استفاده خواهیم. مهمترین چالش شاید بگم که همون بحث معیشتشون هست. بالاخره ما انگیزه معیشتی که داشته باشیم و بتونیم تو این زمینه تقویت کنیم مطمئنا میتونن کارهای بهتری انجام. جدا از اون نمیخوام بگم که چالششون هست به عنوان مهمترین، ولی میتونه باشه من باب اینکه اینها دارن دلی کار انجام رو میدن و با دل و جانشون، یعنی جانشون رو در از سپر کردن و دارن حفاظت میکنن از این محیط زیست استان و حافظان طبیعت استان فارس هستن و ما قدردان تک تک همه اینا هستیم. تلاش میکنیم با تجهیزات حالا انفرادی، خودرویی، همه اینا رو تامین کنیم، ولی خب با استانداردهامون خیلی فاصله داریم، ولی خب سازمان ورود کرده و داری کارهای مثبتی رو انجام میده، قدم‌های مثبتی رو انجام میده. انشالله که جواب بگیریم و بتونیم به اون استاندارد لازم برسیم. رشته دیپلم محیطبانی از سال 1401 در هنرستان شهید مطهری شیراز به عنوان یکی از دو استان پایلوت در کشور راه اندازی شد. در سال اول سال 1401 18 نفر هنرجوی محیطبانی جذب این رشته شدند که پس از طی کردن مراحل گزینش وارد این رشته شدند و پس از 3 سال که آموزش‌های تخصصی و میدانی رو فرا گرفتند الان فارغ التحصیل این رشته هستند. در حال حاضر 17 نفر هنرجوی پایه 12 داریم که انشالله در پایان این سال تحصیل اونها هم فارغ التحصیل خواهند شد. هدف از جذب هنرجو در این رشته و در واقع راه اندازی هنرستان محیطبانی این بود که هنرجویانی از دوره نوجوانی که علاقه‌مند به طبیعت هستند وارد این عرصه بشن و آموزش‌های تخصصی و میدانی رو فرا بگیرند که انشالله در پایان تحصیل خودشون که دیپلم هستند ابتداعاً ما داریم تلاش میکنیم که به عنوان سرباز محیطبان جذب سازمان حفاظت محیط زیست بشن
و پس از 2 سال تجربه میدانی که در عمل خواهند داشت بتونن در آزمون استخدامی شرکت کنند. معیاری که برای انتخاب محیط‌بانا در نظر گرفته شده بر اساس یک فرم ارزشیابیه که جلوگیری از تخلفات شکار و صید است، بر اساس پایش منطقه هست، کنترل منطقه است، نظارت بر منطقه است، بررسی مشکلات منطقه است، گزارشات به موقع و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی. محیط‌بان توی شرایط خیلی سختی داره خدمت میکنه و اون تصویر واقعی که ازش وجود داره رو خوبه که همه جامعه اینو بدونن. چیه ما درگیریم با شکارچی‌های مسلح و اولین نیروی هستیم که در مقابل مخربین محیط زیست دارن مقاومت میکنن. تاریخ 14 شهریور بود، ساعت هولوش 8 شب بود که یک گزارش مبنی بر ورود شکارچیان به منطقه حفاظت شده ارژن به ما داده شد. با حکم مأموریت صادر شده با پرسنل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز به منطقه اقدامات کردیم. در اون منطقه در حال گشتزنی بودیم. متخلفینی که به اون گزارش دادن رو دستگیر کردیم با 3 قبضه اسلحه. در حین برگشتن در قسمت چشم مروارید پروژکتور روشن شد. به خاطر جلوگیری از شکار غیر مجاز به اون منطقه گروه‌های 2 نفره تقسیم شدیم. به محل عزیمت کردیم. نزدیک شکارچیان که شدیم اخطار ایست دادیم. شکارچیان توجهی به اخطار ایست ما نکردن و تفنگ ساچمه‌زنی رو به طرف من نشونه گیری کردن تو فاصله 2 متر و تیراندازی کردن که اصابت کرد به دست و صورت و ناحیه سینه و کمر. از 23 نفر از محیطبانان نمونه استان و خانواده شهدای محیطبانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد. فاطمه مقدم، شهر مردم.